سلام، وقت همه دوستان بخیر باشه. داخل این جلسه مجازی میخوایم که مساحت یک مستطیل را حساب کنیم. حالا طبق چیزی که داخل خود صورت سوال مطرح شده، گفته شما برنامه بنویسید که ارتفاع و عرض یک مستطیل را دریافت کنه و بعد از حساب کردن خود مساحتش بر اساس مقدار اضلاع وارد شده، مساحتش رو به کاربر نمایش بده به عنوان خروجی برنامه. خب مطلع هستیم که برای حساب کردن مساحت یک مستطیل ما نیاز داریم که دو تا ضلعش به عنوان عرض و ارتفاع با همدیگه ضرب کنیم. طبق چیزی که اینجا نوشتیم، اریا یا مساحت یک مستطیل برابر است با حاصل ضرب ارتفاع و عرض بزرگتر که عرض. اگر که بخوایم از نظر الگوریتمی هم یک بار مسئله را نگاه کنیم، به این شکل خواهد بود. طبق چیزی که قبلا داخل صنف هم با هم بحث کردیم، تمامی الگوریتم های ما اولین مرحلهش مرحله استارت یا مرحله شروع و آخرین مرحلهش مرحله پایان، یا تمام دستورات الگوریتمی ما مابین استارت و اند قرار خواهد گرفت. خب خود سوال هم گفته بود که برنامه حتما باید ارتفاع و عرض از کاربر دریافت کنه. طبق حالا دستوراتی که در خط دوم و دستور سومی که ما اینجا داخل الگوریتم داریم، ما دو تا مقدار از کاربر قرار است دریافت کنیم. میگیم که اینپوت یا ورودی به عنوان ارتفاع داشته باشیم و اینپوت یا ورودی به عنوان ویدث یا عرض داشته باشیم. دستور چهارم الگوریتم ما، حالا که ما h و w یا هایت و ویدث از کاربر دریافت کردیم، این دوتا را اگه با هم ضرب کنیم طبق خود صورت فرمول و رابطه‌ای که اینجا مطرح شده برای ما خب ویدث و هایت نیاز داشتیم تا اریا یا مساحت مستطیل حساب بشه. خب ما مرحله دوم و مرحله سوم h و w رو از خود کاربر سوال کردیم و از کاربر دریافت کردیم. حالا که h و w مقدار برای h و w داریم، به راحتی اگر که این دوتا رو با هم ضرب کنیم، حاصل ضربش داخل اریا ذخیره می‌کنیم. فرض کنیم حاصل ضربش بر 60 یا لیبلی به نام اریا زدیم. مرحله بدترش ما میایم میگیم که چیکار کنیم؟ اریا را مقدار اریا یا قیمت اریا یا ارزشی که داخل اریا ذخیره شده را دیسپلی کنن، نمایش بده، پرینت کنن یا به کاربر به عنوان آسپوت برگردن. اگر که بخوایم فلوچارتش هم با هم یک بار بررسی کنیم، فلوچارتش هم فلوچارت ساده ایه طبق خود الگوریتمش. اولین مرحلهش استارت، بعد توقع داریم که دو تا مقدار از کاربر به عنوان طول و عرض دریافت کنیم. حالا که این دوتا رو دریافت کردیم، یعنی ارتفاع داریم و بیتس را هم داریم، کافی است که این دوتا رو با هم دیگه ضرب کنیم. ارتفاع ضرب عرض بشه، داخل بر فرض اریا ذخیرهش میکنیم. با جواب از زیر نامش میذاریم اریا. شما همچین چیز در نظر بگیرید. مرحله بدترش، حالا که ما عرض به حضورتون که h ضرب w رو داشتیم داخل اریا ذخیره کرده بودیم، حالا میگیم که دیسپلی کنه اریا را، پرینت بگیره اریا را. یعنی چی؟ یعنی نه که خود اریا AREA نمایش بده، مقدارش، قیمتش، ارزشی که داخل خود اریا قبلا ذخیره شده بود که اینجا به این شکل محاسبه شده، مقدارش نمایش بده، ارزش اریا یا قیمت اریا رو نمایش بده. و خب قاعدتا مرحله آخر، مرحله فینیش یا مرحله اند هست. اگر که بخوایم خودش را هم بررسی کنیم، خودش به این شکل طبق تمام برنامه‌هایی که قبلا داخل صنف‌های حضوری هم با هم انجام دادیم، چند تا دستور ثابت هست داخل تمام برنامه C++ ما. گفتیم اینا رو فعلا هم تو ثابت می‌نویسیم: include iostream using name space std و int main. آخرش هم return 0 رو گفتیم اگر گذاشتید بهتر هست اگر بذارید. خب ما نیاز داشتیم که دو تا مقدار از کاربر دریافت کنیم. پس قبل از اینکه دو تا مقدار رو دریافت کنیم، باید به سیستم، به کامپیوتر و برنامه‌ای که داریم دو تا متغیر، دو تا عدد رو تعریف کنیم، بگیم همچین چیزی ما اصلا داریم که بعدا اینا رو مقدارش از کاربر سوال کنیم. میگیم عدد صحیح یا عدد اینتیجری به اسم A داریم و همچنان A ندیه. حالا ما بیایم اما H در نظر بگیریم، اینم عدد بعدی رو هم W در نظر بگیریم. ما خط پنجم آمدیم
یک متغیر تعریف کردیم یا یک وریبلی تعریف کردیم به نام h و از نوع اینتیجر، به نام h از نوع عدد صحیح، یعنی فقط اعداد صحیح داخلش قابل ذخیره هستند و اگر عدد کسری یا عدد اعشاری بخوایم وارد کنیم فقط قسمت صحیحش در نظر میگیریم. خط ششم چی گفتیم؟ گفتیم اینتیجر یا عدد صحیحی به اسم w داریم. اینجا یک متغیر جدید تعریف کردیم برای ویتس، اینجا هم یک تعریف کردیم برای هایت، برای ارتفاع و برای عرض. حالا که ما با سیستم دو تا متغیر جدید تعریف کردیم، گفتیم که ما همچین دو تا عدد صحیح داریم به نام های h و w، مقدار برای اینا وارد نکردیم، یعنی مقداری به اینا ندادیم، مقداری ندارند. مقدارش قرار بود از کاربر دریافت کنیم دیگه، طبق خود الگوریتم فلوچارت و خود صورت مسئله‌ای که قبل‌تر داشتیم. حالا اگر که یادتان رفته بود میتونید برگردید عقب‌تر یک بار دیگه خود صورت مسئله رو مرور کنید. برای که بخوایم از کاربر برای h و w مقدار دریافت کنیم به این شکل عمل می‌کنیم: c in h و بعدش c in w. خط 8 و 9، داخل خط هشتم میگم که برای h از کاربر یا از سمت کنسول ورودی دریافت کنیم، مقدارش از کاربر برنامه بگیر. خط 9 هم همچنان میگیم که برای w مقدارش را از کاربر سوال کن، از کاربر دریافت کن. از کاربر وقتی که برنامه اجرا میشه مرحله خط 5 و خط 6 دو تا فضای خالی برش فرض کنید ایجاد میشه داخل حافظه ها، یکیش به نام h، یکیش به آدرس h و دیگرش با نام و آدرس w. خط هشتم و خط نهم برای h و w که قبلا تعریف کردیم مقدار از کاربر میگیریم و کاربر مقدار یا قیمت یا ارزش h و w رو وارد میکنه. نکته ای هست، حالا طبق چیزی که قبلا داخل صنف هم بحث کردیم، اگر این دو تا خط رو پاک کنیم قطعا برنامه ما با مشکل روبرو میشه. چرا؟ چون فرض کنید برنامهتون اجرا شده به خط هفتم رسیده، اینجا میگه که مقداری برای h دریافت کن، ولی برنامه شما مطلع نیست، خبر نداره که h اصلا چی است، چون h برایش تعریف نشده. پس قبل از اینکه همیشه هر نماد یا هر متغیر نامش استفاده کنیم قبلترش حتما باید یک بار تعریف شده باشه. حتی میگیم یک بار یعنی فقط یک بار، یعنی شما یک متغیر رو دو بار یا بیشتر تعریف نمیتونین بکنید. اینجا پس خط 8 و 9 ما گفتیم که از کاربر مقدار h دریافت کن و برای از کاربر برای w هم مقداری. حالا که ما h و w یا هایت و ویدث یا دو تا ضلع عرض بزرگ از مستطیل را داریم، میتونیم به راحتی مساحتش را حساب کنیم. مساحتش قبل از که مساحت حساب کنیم پس یک متغیر جدید برای ذخیره سازی مقدار مساحت داخل برنامه تعریف میکنیم. بگیم عدد صحیحی داریم، اینتیجری داریم به اسم برفرض اریا. خب ما خط 11 اومدیم یک متغیر جدید، یک وریبل جدید تعریف کردیم با نام اریا و از نوع عدد صحیح یا اینتیجر. حالا میایم میگیم که سی اوت نه، قبلش خود اریا رو مقدار بدیم، میگیم اریا مقدارش برابر است با h ضرب w و سمیکالن. خط 12 ما چی گفتیم؟ خط 12 ما اینجا عملگر انتصاب داریم یا علامت بالا با کاراکتر مساوی اینجا نمایشش میدیم. قبلا داخل صنف‌های حضوری هم بحث کردیم که هر وقتی علامت مساوی رو دیدید سمت راست هر چی که بود داخل سمت چپ ذخیره میشه. اول بیایم سمت راست رو نگاه کنیم که چیه. سمت راست خودش یک عبارت، حالا عملگر دیگه داریم، عملگر ضرب اینجا داریم با علامت استار نمایش داده شده. اینجا منظور ما ضرب است، h و w. حالا نه که مستقیما خود h و w، دقیقا مقدار یا قیمت h و w. h و w اینجا تعریف شده و اینجا از کاربر مقدار گرفتیم برایش. پس هر چیزی که کاربر برای h وارد کرده بود و هر چیزی که کاربر برای w وارد کرده بود مقادیرشون با هم ضرب میشن و داخل سمت چپ مساوی که همون اریا باشه ذخیره میشن. اریا را ما خط 11 هم تعریف کردیم که متغیر یا وریبلی به نام اریا داریم و اریا از نوع عدد صحیح یا از نوع اینتیجر است. پس ما اینتیجری با نام اریا داریم، عدد صحیحی با نام اریا داریم
اریا مقدارش برابر است با هر چی که داخل H بود ضرب شود با هر چیزی که داخل W بود. یعنی عملا قیمت‌های W و H رو با هم دیگه ضرب می‌کنیم و داخل اریا ذخیره و حالا ذخیره سازیش می‌کنیم. حالا ما H و W رو داشتیم، H و W رو هم دریافت کردیم از کاربر و HW با هم ضرب کردیم داخل اریا ذخیرهش کردیم. حالا کافیه که فقط خود اریا رو به کاربر نمایش بدیم. میگیم که اریا سی اوت اریا برای نمایش دادن مقادیر داخل سی پلاس پلاس به این شکل عمل میکردیم. دستور سی اوت داریم و بعدش نام متغیری که میخوایم قیمتش هم نمایش بدیم. اینجا ما متغیر یا وریبل ما نامش اریا بود، داخل اریا مسافت ذخیره کرده بودیم. پس عینا نمونامه اینجا ما تکرار میکنیم، نه که اریا چاپ بشد. مقداری که داخل اریا ذخیره شده، ارزشی که داخل اریا هست اینجا به کاربر نمایش داده میشه. یک بار برنامه رو با هم اجرا کنیم ببینیم درست کار میکنه یا نه. فرض کنید ما مقدار 5 و مقدار 6 رو میخوایم وارد کنیم. 5 و 6 خب اگر طول و عرض بزرگتر عرض یک مستطیل باشه، مساحتش باید برابر با سی باشد که اینجا هم برنامه به ما مقدار سی به عنوان مساحت نمایش داد. حالا بیایم برنامه کم ذره بهتر بنویسیم، دو تا پیغام هم نمایش بدیم. اینجا قبل از اینکه از کاربر مقداری برای اچ دریافت کنیم یک پیغام بهش نمایش میدیم، میگیم که enter the height of rectangle و بعدش از کاربر میخوایم که برای اچ مقداری وارد کنه. قبل از اینکه مقدار W هم از کاربر خواسته بشه قبلش یک عرض بزرگتان پیغام بهش نمایش میدیم، میگیم enter the width. پیغام میدیم که ویتس حالا مستطیل را وارد کنه یا عرض مستطیل را وارد کنه و بعدش حالا از کاربر خواسته میشه که وارد بشه، مقدار رو وارد کنه. اینجا قبل از اینکه خود اریا نمایش داده بشه داریم که پیغام بدیم the area is برفرض حالا این نمایش داده میشه، بعدش مقدار اریا، مقداری که داخل اریا ذخیره شده بود ما بعد از این نمایش داده میشه. حتی دو تا خط دستور هم میشه با همدیگه هم نوشت به این شکل اریا، یعنی قسمت نمایش داده میشه و بعدش میگیم باز هم سی اوت کن، باز هم پرینت بگیر، باز هم نمایش بده چی را؟ مقداری که داخل اریا ذخیره شده. یک بار دیگه برنامه رو با هم دیگه اجرا کنیم. فرض کنیم ما ارتفاعش میدیم 3، ویدثش هم میدیم 5، احتمال بود 15 رو به ما نمایش بده. The error is 15.